من باز می آیم پسرم. پناهت به خدا. خدا حافظ پدر. عمر، من دیگر جنجال نمیخواهم. پدر، یک چیز میدونم که میگویم. برای چی به من باور نمیکنه؟ تا امروز از من یگان گپی دروغ شنیده. بیا رفتیم. الو؟ مایلش میآیم. مرا با بیمارخانه جیغ میزنند. من باشم به خانه میروم. مایلش تو بازدید. پس خانم ایشیل فرخته است. باید او را حتما نیست کنم، وگرنه همه این نقشه ها برباد می شود. انا اومدیم. مادر در درون است، بیمار است، لیکن صحت می شود. گلروی سروسی من نشد. سنم خوش آمدی سنم. خوش باش عمر. به توی شما اومدیم. شنیدم که امکی علی برگشتن. آها بله. مبارک شود. پس چه رزق هستی؟ با پدرم کمی جنجال کردیم برای تیمور. همش میگذرد. من باشم او رو به نزد مادرش آوردم. مایلش من هم بدتر می آیم. مایلش. ایستید پدر. مکتوب را تو نوشته ای؟ چه خیلی مکتوب حمزه؟ با خانم حوریه تو از نام من با او مکتوب نوشتی. با او نوشتی که او را نیو تو را انتخاب کردم. درباره چی گپ میزنی حمزه؟ من نمیفهمم. بله حس میکردم که تو زن نیو بلکه یک شیطانی لعین هستی حلیمه. دفشم از اینجا. دفشم که دیگر تو را نبینم. پدر مایلش من میروم حمزه. پدر التماس. سنا کاردار نشو. کاردار میشوم پدر. نمیخواهم که اولمون پراکنده شود. شده کنم. بس مادر جان نیستید. من چی کار کردم؟ سلام خوش آمدید. من خواستم احوال خانم ایشیل را خبر گیرم. من میروم. گلرو؟ چی شد گلرو جان؟ عمر همه چی رو باید داند. تو به اینجا برای مرا فرستن آمدی؟ لعنتی پیش درا. راه بگویم. من همه چیز رو میگویم. بس اکنون که بودنی تو رو فاش میکنم. مرا سرده. گلرو شد آروم شد. راه گرد. از این محله میره. پول نمیخوام. راه گرد لعنتی. یعنی من خبر کشیده نبودی؟
پدر رو خبر کرد. گپ زن لعنتی. گپ زن لعنتی. گپ زن. سرما چی شد؟ پدرم مادرم رو به خانه راه نمیدهند، بخشیدن نمیخواهند. من رو میفهمم، نمیدونم چی کار کنم. عمر تو رو میفهمم، او مادرت میشود. من هم مثل تو پدرم رو فکر میکنم. سرما ایشیل گفت که تیمور پدرم رو کشتن میخواهد. میدونم حاضر میگویی که فرزند پدرش رو کشتن نمیتواند، ایشیل دیوانه است میگویی، لیکن این فکر مرا میخورد. سرما اگر تیمور در حقیقت پدرم رو کشتن خواهد چی؟ خدا نشان ندهد. گوش کن، در این باره فکر نکن عمر. آخر ما توی داریم، با چی از پا به این روز رسیدیم، چقدر مشکل ها رو پسی سر کردیم، اینش رو هم پسی سر میکنیم. عمر، مادرم در باغ است، التماس کردم او را آوردن نتوانستم. تو اجازت میده که او را به خانه شما برم؟ البته سرما، او مادری من هم هست. بیا زود میرویم. من اینجا رو بینم. مایلش خدایا آنها را به کجا برده باشد؟ ببخشید خانم علیا، به همش من گناهکارم. شما گناه ندارید معلم. هیچ کس نمیدانست که این خیلی بیعقلی میکند، لیکن آنها رو مییابیم. باید یابیم. بیایید رفتیم. پدر سردید پدر شما فرزندان من هستید. شما رو به هیچ کس نمیدیم. با این طرف روید از اینجا، مرا تنها گذارید. ینگا خیزید به خانه ما میرویم. همه روبیا در خانه ما است. شما هم بیایید. نرس به من، به هیچ جا نمیروم. مادر جان التماس، در اینجا نشستنتون خوب نیست. من مادر شما نیستم، در این محله هم نمیستم. میروم از اینجا، در جایی که مرا نمیخواهند. چرا ایستم؟ ینگای حلیمه، التماس در خانه در این باره گپ میزنیم. روید از اینجا، روید، مرا تنها گذارید. مایلش مادر جان، مادامی که رفتن نمیخواید خودتون میدانید. بیا رفتیم عمر. ایستید، صبر کنید. مایلش میویم، لیکن تنها به خاطر شما، وگرنه نمیرفتم. مایلش اوه
صدیقا شربتی تیار کرده، بوی خوش دارد. کنی حاضر هاشم هاشم دست رو گیر این رو من برای توی عمر و سرما تیار کردم. مهمان ها اومده بینوشن. کم ترک صدیقا کم ترک گو خیلی که میگن کم ترک معلوم نمیشود. معلوم میشود هاشم. هاشم پسرت کودک ها را دزدیده است. دردی تو باشد شکم. چرا نمیگویی که صدیقه بیا رفته آنها را کابه؟ چیکار کنم صدیقه؟ پدرشون است، حق دارد. هاشم تو میفهمی که پسرت عقلش را گم میکند. آدمی با عقل مگر همین رفتار میکند. شما فرزندانی خودش را دزدیده است نمیفهمی. سلام دخترم خوش آمد. خوش باشید مادر جون. مادر جون اگر شما میدیدید چه خیلی مادرش رو سخت با آغوش گرفت. ایشیل خیلی بدی کرده است، لیکن کودک فرشته برای است. هاشم ده این را ده سرده این را سرده گفتم سرده. چرا چشمت رو از من نمیکنی ها؟ هاشم صدیقه سلات تیار شد. اسماعیل در اینجا هم با آشخونه در اومدی؟ خانم صدیقه کار داشتن. هم میدونید من خراف‌پزی رو دوست می‌دارم. از آن خیلی راضی هستم. همین که اون برای من شیرینی پخت، اکنون سلات. آفرین داماد آفرین. مادر جان مادر خانم همین خیلی است. من رو با آشخونه راه نمیدید، خودش میپزد. چیکار کنم؟ پخت و پز رو دوست می‌دارم. داماد در شهر نرخ دلار چند شده باشه؟ تابستان پس میشود میگویند. بحران جهانی کم شد. صدیقه همین فعلی دامادم رو دوست بدارم. اقتصاد رو نقض میداند. کلش خیلی خوب کار میکند. بیا داماد با منم همین رو نقض کتفهمان. بیا باز چکاره کردنی لیکن مادر جان چرا غمگینید؟ دخترم این فکرت کجا شد؟ زنگ میزنم جواب نمیدهد. میترسم پیش از تو یگان بی عقلی نکند. چی گویم دخترم؟ سردیت برو. من در این خانه نمیستم. مادر جان رفتیم گذارید ینگه. سردیت اما جان ینگه حلیمه هم اکنون در خانه ما میمونند. خدایا با خدا من در اینجا نمیستم. مادر حلیمه خوش آمدی. بیا به خانه درو. من آمدنی نبودم. آنها مرا مجبور کردن. مادر جان بیایید درایید. ینگه حلیمه مایلش بیا به خانه درو. چی شد؟ مادرم رو با پدرم مشتی کردنی بودیم لیکن نشد. پدرم بوسه رو از خونه پیش کردم. اما جان شما با پدرم گپ زنید و شما رو گوش میکند. مایلش دخترم مایلش. میترسم که در وقتی تو یگان واقعا نشود. شیری نکنی من با یک دیگر چنون موافقید که اکنون مشکلی ها پسی سر شدن. اینش هم میگذرد. پدرم در خانه است؟ در خانه بیا. دروید من این طرف رو میبینم. علیا دخترم. اما که قربان فکرت رو ندیدید. نرگس و ثروت رو برده است. نه فکرت بچه ها رو برگردون. مرا فهمیدی؟ علیا تو رو انتظار بیا کودک رو بگیر. در کجای فکرت؟ در خانه باغدار. با تو گپ دارم. مرا جیغ بیزند. علیا دخترم من هم با شما روم. بیایید رفتیم. و مشهور یک گناهگار اویلای مرا ویران کرد. زنی مکار شوهرم رو تگ چشم کرده است. حلیمه شد هممون کی بودنی یک دیگرمون رو خیلی نقص میدونیم. هیچ کس خودش رو بگناه نگیرد و تهمت هم نکند. گوش کردن نمیخواهم. از برای خدا یک بار گریبانی خودت رو بگن.
باشه من. حلیمه التماس بس کن شد. بیا بهترش از پس کار باید شویم. بیا. پدر برای چی ما رو گوش کردن نمیخواهید؟ ما فکر شما رو میکنیم. شد تمام عمر. در این موضوع دیگر گپ نزن. امک علی عمر راست میگوید. التماس باور کنید. امک جان. عمر من نیتی تو را نمیدانم. یکی تو پسری من هستی. تو را دوست میدارم. آخه تیمور هم او هم پسری من است. او را هم دوست میدارم. من او را باید بیارم. پدر ایستید. پدر علی ایستید. التماس پدر. با کجا می روید؟ چی واقع شد؟ پدر مادر جان زودتر پنهان شوید. پدرم در بیرون. زودتر حاضر. سرما آنها جنجال کردن. نه پدر. با تو چی شد؟ هیچ چیز نه پدر جان. درایید. پدر ایستید. به من گوش کنید. تیمور چه خیلی که فکر میکنید اون خیلی نیست. شد عمر شد. از پسم نیا. پدر تیمور شما رو کشتن میخواهد. این رو گفتن نمیخواستم پدر، لیکن میگویم زنی که با تیمور همکاری میکرد با ما همش رو گفت. من هم باور کردن نخواستم. من هم حیران شدم. کسی در دم مرگ برای چی دروغ میگوید؟ پدر به نزد او نروید پدر. التماس خواهش میکنم از شما. خواهش میکنم پدر. التماس. شاندار درباره برادرت چون سخنها میگویی. او مرا کشتن میخواسته است. پدر التماس عمر. التماس پیش راهم را نگیر. حلیمه؟ سرما این زن در اینجا چیکار میکنه؟ من از تو میپرسم چیکار میکنه؟ پدر جان آخر به کجا رود؟ حلیمه برا ایستید. حلیمه التماس پدر. برو پیش کنید. پیش کنید گفتم سرما. اگر شما پیش نکنید من پیش میکنم. حلیمه برا از اونجا. پدر برا گفتم. امک پدر جان پیش کنید وای را از اونجا. پدر خواهش میکنم. چی شد؟ او را دیدن نمیخوام. اگر او را پیش نکنید این توی نمیشود. تمام من گپم را گفتم. اکا عقلتون رو کار فرمایید. عمر با من میگوی این زن رو پیش میکنی یا نه؟ امک جان نفری که به خونه ما اومده است چخیل او را پیش کنم؟ این از روی آداب نیست. نه امک ببخشید. بیانگه من است. از پگاه خوشنامه نمی شود. او را پیش نمی کنم. حالا میخیل معلش این خیل باشه توی رو در خوابتان میبینید. راه کرد سرما رفتیم توی نمی شود. پدر جان نکنید. التماس نکنید. به عقلی نکنید. رفتیم توی نمی شود. رفتیم آرام شوید. امک جان دخترم سیده ببخشید خالای هوریا. من یک گناه کردم. چه گناه دخترم؟ من خانه رو تازه میکردم. یک مکتوب یافتم. مکتوب؟ بله مکتوبی که پدرم گویا به شما نوشته بودند.
درباره با شما نه و با مادرم خانه‌دار شدنشان مرا ببخشید خاله هوریا. درباره اون مکتوب با پدرم گفتم. پدرم شنیده خیلی در غضب شدم و گفتن که مکتوب را من ننوشتم. اون را مادرم به خط پدرم تقلید کرده نوشته است. اکنون پدرم توی نمیکنم میگویند همش عیبی من، همش عیبی من. تقدیرمون همین بوده است. در پیشانیمون چیزی باشد همان را میبینیم. از برای من توی نمیشود خاله هوریا، همش از برای من. چرا تنها نآمدی؟ ایستا فکرت ایستا. تنها تو علیا، تنها تو. غیر از تو دیگر هیچ کس به اینجا نمی آید علیا. بچه ها در کجایند؟ مادر جون، ثروت، نرگس، نترسید بچه ها، نترسید. غم نخور. نه به تو و نه به بچه ها یگان چی نمی شود. وعده می دهم از این محل همه همون یک جای برآمده می رویم. با اینجا بیا علیا. تو ایست. شما همه که قربان. مایلش. ایستا، تو هم ایستا. سیده زیق نشو دخترم، همه درد یک دوایی دارد. وقتی با تو گپ زدن آمد حمزه. مادر جان، مادر دکان رو گرشه گرفتم. دکان اکنون از ما است. انا کلیدش گیره. مادر جان، پسرم، پسر جانم. دلایم دلار هایم دلار جونوی من در درونی کوزه خواب را پیچیده کنانه. وقتی شما را استفاده بردن آمد، شما را عوض کرده به بانک میبرم. در آنجا فرزند دور میشوید. با نبیر کنی جانا، در آنجا فرزند دور میشوید. بعد نبیر دور میشوید. انا کنی بیاره، انا بخیره آزر جان های شیرینی من. کنی
هاشی از فکرت و کودک یکم خبر نیست. علی هم به تلفن جواب نمیدهد. غم نخور صدیقه، هیچ چیز نمیشود. اوف هاشی دیگر هیچ چیز رو نمیدونی، هیچ چیز رو. چی قدری که پول رو فکر میکنی پسرت رو هم فکر کن. با فکرم برای بردن شربت به من کمک میکنی ها؟ کمک میکنی؟ کنی بردار. نه کمک نمیکنم، کار دارم. خدایا میدونستم. هاشی در جزدانت چی داری ها؟ هیچ چیز نه صدیقه، هیچ چیز نه. چی میشد؟ هیچ چیز نه. با کجا میروی ها؟ کار چی صدیقه؟ کار دارم. کارش با فکرم تو چیز پنهان میکنی. غیر از پول دیگر چی رو پنهان میکنی؟ هاشی یک نفری نیست که اومده به من کمک کند. شد بچه ها شد. خیزید رفتیم بچه ها. تو اینها را به هیچ کجا نمیبری. مادر جون یا با من از نام خونه‌دار میشوی یا اینکه بچه ها را میکشم، خودم را هم میکشم. مادر جون نترس دخترم، نترس. شوخی نمیکنم علیا، هم خودم را هم بچه ها را میکشم. فکرم آرام شد، بچه ها رو سرده. نگاه کن چقدر ترسیدن، اونها رو سرده روند. ما هر دو مرد با مرد نشسته گپ میزنیم. تو هم را نشم معلم، برو از اینجا. میلش آرام شد، اونها رو سرده. مرا گیر، اگر خواهی مرا پرون. گفتم که مرا پرون. تو چه پدر هستی؟ عذاب‌های دادت کم بودند، باز دیگر چی میخواهی فکرت؟ تو غیر از خودت دیگر هیچ کس رو دوست نمیداری. تو تنها خودت رو فکر میکنی و تمام. اگر مرا یک ذره دوست میداشتی این خیل رفتار نمیکردی. پرون خواهی پرون. تو خودت از من ریل گرداندی، با ایشین خانه دار شدی، نه اینکه من. دیگر ما یک جا بوده نمیتوانیم. نمیتوانیم. میفهمی فکرت؟ اگر جسارت داشته باشی پرون و با جهنم رو. من گپم رو گفتم. از اون که با تو زندگی میکنم مردن رو اولاتر میدونم. فکرت فهمیدی؟ همش تمام شد فکرت. تمام شد فکرت. مادر جون تمام. مادر جون تمام. فکرت اگر گپی حق را گویند ایستاده گوش میکنند. تو هم او را گوش کن. آیله را تو ویران کردی، جزایش را هم تو میبینی. اکنون تو آن را برگردانده نمیتوانی. پدر مادر جون شیرین کنم. تیمور دامن این کار به حد دراز شد. حس قصاص را عذاب می‌دهد. این کار را باید زودتر به انجام رسانی. پدر نامزاد شریف را باید زودتر جزا دهی. ینگه صدیقه مرحمت شما را میبرم. تشکر پسرم، خدا میرم. خواهش میکنم. مایلش
به خونه توی دورنشاکی میبرم که همه نوشند. این شربت رو عمر و سرما خیلی دوست میدارند. در تابستان خوب میشود. مرحمت شنید. مایلش. یعنی این شربت را عمر و سرما می نوشند. گوش کن. از همه گناهی کلان رو تو کردی. عائلت را ویران کرده، از زنت جدا شد. اگر مرد از زنت جدا شود زمین و آسمان میلرزد. از همه کاری بدی که خدا دوست نمیدارد این جدا شدنی زن و شوهر است. این خیلی کارها بعضا میشوند. شاید یک دیگر رو دوست نمیدارند، فرزند نمیشود، یا زن بیمار است، چاره دیگر نیست، جدا میشوند. لیکن در همین حالت هم خدا از جدا شدن زن و شوهر راضی نیست. برای همین به کسانی که جدا شدند و باز میخواهند یک جا شوند شرطهای وزنین گذاشته است. یعنی گفتنیم که این برای هر دو طرف هم خیلی مشکل میشود. به زنت ظلم کردی، عائلت را ترک کردی، فرزندانت را زنده یتیم کردی. اکنون هیچ نباشد، عقلت را کار فرما. جدا شده باشه هم با آنها پدری کن، با آنها عبرت شو، تربیت کن و برای گناهایت توبه کن. اجازه ده زنت خوشبخت شود تا اکنون در محور حقیقت برای خود یک حیاتی نو برپا کن. از همه خطاگی کلان این که تو خواستی باید رو این مسئله را حل کنی. خاندار شدم هم مجبوری نیست. عقلت را به خود گیر، هیچ نباشد اکنون خود را در دست شیطان بازی چه نکن. خدایا مرا ببخش، ببخش. چی شد پسرم؟ حاضر می آیم اگه جان، کمی کار دارم. شما شنید، یک دقیقه. با اینجا گذر. اکنون همه‌اش تمام شد. پدر شما چی کار میکنید؟ با شما چی شد؟ یا آن زن رو از خونه پیش میکند یا من تو رو نمیدیم. نمیگذارم که از این خونه برای خدا باز کنید. آن زن رو به این کار همراه نکنید. فهمیده؟ آخر مادری من است و من او را هیچگاه تنها نمیگذارم. فهمیده؟ سرما ایستاد دخترم. سرما با کجا می روی؟ یانگه جان من خودم میارم. مایلش پسرم. خوش آمدی صدیقه. خوش باشه ده پیرو بیا. برای پگاه شربت آوردم. زحمت کشیدی صدیقه. چه خیلی زحمت. پدرم در خانه اند اما جان. با عمر جنجال کردن. با فکرم به نزدیک تو رفت.
یک لیره را فراموش کردی حسن. کنی بیار ای گیرید آقای هاشمی. انا شد وقتی فایز است حسن. کدام باقی که فایز بیشتر گرد پولم رو به همونجا میدیم. خداحافظ بایا. بله پدر جان، این دفعه کارتان تمام می شود. تیمور پسرم، تو را انتظار بودم و تو گپ دارم. عمر هر خیل گپ ها میگوید، باید به من همه‌اش را نقل کنی. نقل میکنم پدر جان. بیایید به خانه درآییم. خدایا هیچ وقت اینقدر خالی نمیشد. چی شده باشد؟ کشا ساعتی کاری تمام شد آقای هاشمی. سحر بیایید. چخل با سحر؟ در کشا ببخشید آقای هاشمی، ساعتی کاری تمام شد. در اینجا کسی نماند. میروم، لیکن دانستگیر که پگاه در بانک شما پول نمیخوابانم. صدقه پول شویتانه. خدایا توبه. صدقه پول شویتانه. رجب چه نگاه میکنی؟ یک طرفی استی؟ که هاشم اکنون حقی مرا دید. التماس حقم را دید. چخیل باز حق پخ نیست. اکا در دکانتان کار کردم، معاشم را ندادید. میدیم میگوید و نمیدید. امروز و فردا گفته چند ماه باز سرگردان میکنید. باور کنید اگر حالم بد نمیشد نمیپرسیدم. وقتی که بیمار شدم شما مرا از کار پیش کردید. آخر من در دکان شما کار کردم، معیوب شدم. اکنون به این احوال مرا هیچ کس به کار نمیگیرد. التماس، فرزندهایم گرسنه‌اند. از شما قرض نمیخواهم، صدقه نمیطلبم، تنها حق خودم را میخواهم. رو از اینجا تو رو نبینم. در وقت شما دا میگرفتی. در وقتش آمدم ندادید. من پول ندارم. بحران است عجب بحران. در وقتی بحران پول نیست. پول را دانسته کم صرف کن. احمد جان پول پدرم رو دید. التماس شما گذراندید. روید از اینجا. و شما گفتم که حاضر دادن نمیتوانم. بحران است، میفهمید؟ بحران. میدیم بعد میگم. بازگردار هاشم با پسرم کاردار نشوید. شما گذراندید. چی کنه بریم به من چسبیدید وقتی با شما گپ زدن ندارم. خیزت پدر جان. خوب است پدر جان. خوبم پسرم خوبم. یکون جاتون در نمیکنه. خیزت پدر جان، خیزت. گیرت پدر جان. خیزت پدر جان، به خانه میرویم. من کار کرده شما رو پرستاری میکنم. چرا این طور شد عمر؟ نمیدونم سرما. با پدرم گپ زدن نمیتوانم. من هم. این خیلی دوام کند توی نمیشود، میفهمی؟ سلام علیکم. و علیکم بر سلام. ماما که قربان بیایی. سلام. نه زحمت نکشید. تشکر. یک بیمار است. در کوچه یک چند مراتب دیدم. هیچ کس ندارد. به عیادتی او آمدم. شما را هم یک بینم گفتم. شما پگاه توی دارید. خوشبخت نیستید؟ در وقتی توی خوشبخت نمیشوند مگر؟ صبر بچه ها. کسی که صبر میکند به مقصدش میرسد. شما هم دکتر هستید. دکتر دردی دکتر را نمیفهمد مگر؟ صبر کنید همش خوب میشود. آقای عمر، خانم ایشیل به خود آمد. شما را میپرسد. حاضرم که خود. ما حاضر میآییم ماما که مایدش دخترم مایدش. خانم ایشیل. آقای عمر، پدرتان
او رو نجات دهید. از تیمور نجات دهید. خانم شیر خطا میکنید. تیمور با پدرم ضرر نداد. این گپو رو از کجا میگیرید؟ میکشد. شما چه ها میگوید خانم شیر؟ چرا پدر خودش رو میکشته است؟ میکشد. تلفن دستیم در جزفدانم در جوانم میباشد. جوزدانتون در اینجا؟ گشاید خبری نوشته است خواند. من آن را تازه نکردم. آن را خواند. گل رو در کجاست؟ دخترکم گل رو در کجاست؟ چی نوشته شده است عمر؟ راست میگوید. تیمور پدرم رو میکشد. یعنی به این محله برای من آمدی؟ بله پدر، برای شما آمدم. تنها برای شما. پس برای چی به عمر نگفتی؟ برای چی به من خبر ندادی؟ خواستم به شما تحفه غیر چشم داشته کنم، لیکن تحفه ارزنده شما حالا در پیش است. تحفه ارزنده؟ الو؟ پدر. بله عمر. پدر در کجایید؟ در خانه تیمور. زود از اونجا برایید پدر. او شما رو میکشد. تو چی ها میگویی عمر؟ پدر، تیمور شما رو کشتن میخواهد. در دستم دلیل ها است. او فکر میکند که مادرش رو شما کشتید و محله برای شما رو کشتن اومده است. پدر زود از آنجا برایید. التماس برایید. بیعقلی نکن عمر. پدر خبرهای تلفنی دستی رو خوندم. با عمر چیزی شده است. در بیمارخانه یک زن به او گفته است که گویا تو مرا کشتنی هستی. با این محله برای همین آمدی. عجایب. همین خیلی تیمور. البته همین خیل پدر، همین خیل. وای پدر جان، شما را به نزد یک نفری که خیلی خوب میشناسید بردن میخواهم. میروید؟ در آنجا با شما تمام سرگذشتم را نقل میکنم. البته پسرم، رفتیم. شاید پدرم به تیمور باور کرده است. سرما به آنجا میرویم. زود. مایلش. با پدرم زنگ میزنم جواب نمیدهد. هنوز هم از من رنجیده است. من رفته او را یافته آورم. مایلش. کی میدونه چی میشود؟ مایلش زودتر. حمزه اکنون کاری شده شد. از بین چند سال گذشت. گاهی گذشته را آباد کردن لازم نیست حمزه. گل رو دخترم، گل رو دخترکم. مادر جان. ما نشدیم اکنون بگذار فرزندهایمان یک جا شوند. ما خوشبخت نشدیم بگذار آنها شوند. بیا ببخشیم و وقتی فرزندان را سیاه نکنیم. گذشته را برگردانده نمی شود، لیکن حقیقت دیگر است. مگر همین خیلی حمزه؟ تقدیرمان همین بوده است. دیگر کاری کرده نمی توانیم. التماس برای گذشته عائلت رو ویران نکن. مادری دخترهایت رو ببخش.
تو چند سال با او زندگی کردی. اکنون در این سن و سال او را از در بیرون کردنت خوب نیست. تو او را ببخش و او شاید گناهش را فهمیده توبه کند. میخواهم دانی آن مکتوب را من ننوشتم. نوشته یا ننوشته مهم نیست. اکنون مهم نیست. همه کاری شده شد، فراموش کن. راست میگویی. تقدیرمان همین بوده است. راست میگویی. خیر، من اکنون روم. سرما ببخش مرا. ببخش دخترم. استغفرالله پدر. میدونید پدر، امک علی هم تیمور امک علی هم رو کشتنی است. ایشیل گفت. تو چی ها میگویی؟ ما هم حیران شدیم پدر، لیکن به فکرم ایشیل راست میگوید. عمر برای گفتنی امک علی هم رفت. این طور باشد ما هم میرویم. میرویم. در خانه نیستند. پدرم را به کجای برده است؟ به کجا؟ امک هاشم. پدرم را ندیدم. نه ندیدم. امک هاشم، تیمور پدرم را میکشد. تو چرا میبافی؟ تیمور حتی یک مورچه را آزار نمیدهد. در این محله تیمور بر این پهلوان یک تاست. امک هاشم، با من باور کنید. جانم با تو رفتن نمیتوانم، کار دارم. به خانه بروم. خداحافظ. غم نخوری، هیچ چیز نمیشود. عمر. امک جان. عمر آنها کجایند؟ نمیدونم امک. اگر میدونستم با کجا رفتنشان رو. اکی عمر. مادرم زنگ زدن. تیمور پدرتان رو برده. میدونم هارون، لیکن آنها رو باید زود یابیم. با کجا رفته باشند؟ با کجا رفتنشان رو من میدونم. تو خیلی دوست میدارم دخترم. خیلی دوست میدارم. سنم دخترم به تو امانت. او را نگاه کن میلش. به شما خیلی بدی کردم. مرا ببخشید. من عذابم را کشیده استودم. دخترم عذاب نکشد. غم نخور. او را نگاه کنید. دخترم به شما امانت. غم نخوری. تمام آروم شد. وای به من مانند نشود. سنم به تو مانند شود. مایلش شد. چون که تو خیلی آدمی خوب هستی. دخترم بلرو جون شد. روم شد. بلرو جون شو جون. مرحمت. بازیچه خرید. بازیچه. یک دانه‌اش 1 لیره. از آب هم ارزان‌تر. مرحمت احمد. اینها چند میستند؟ یک دانه‌اش 1 لیره. 1 لیره. از آب هم ارزان‌تر. چیزی که میگیرید 1 لیره. چقدر اینها بازیچه های زیبا؟ اینها رو میفروشی؟ بله میفروشم امکی قربان. برای چی میفروشی؟ پدرم کار نمیکند.
مجبور شدم امک جان. اینو خیلی باشد به من فروش. اینها چند نیستن؟ 1 دونه‌اش 1 لیره. این خیلی باشد من همش رو میخوام. همش رو؟ حالا بگیر. در اینجا پول زیادتر است. گیر. تشکر امک قربان. این جوشن نیست مگر؟ بله. این رو هم میفروشی؟ نه این رو نمیفروشم. گوش کن بیا عزیزم، جوشن هایمون رو عوض میکنیم. تو جوشن خودت رو به من ده، من از خودم رو به تو بشود. لیکن جوشن شما نو است، زیبا است. از من باشد کهنه. معلش، من جوشنی تو رو خیلی دوست داشتم. جوشنی تو با قدر است. انا این پولش. آها این جوشنت خیلی قوس بوده است، حتی تیر نمیگذرد. من به شما بازیچه ها رو دیم؟ معلش چه خیلی نغز. همه بازیچه هایم رو فروختم. جوشن نوم هم خیلی زیبا است. مادرم خرسند میشوند. بچه ها ایستید، به کجا میروید؟ مرا هم انتظار شوید، یکدم ایستید. پسرم خیلی کاری ضرورم بر اومد. این بازیچه ها رو به تو امانت میگذارم. به جای من بازی میکنی ها؟ بعد از 2 سال آمده میگیرم ملش. ها؟ خدا توبه. انا آمدیم. چرا به اینجا آمدیم پسرم؟ شما رو با 1 نفر شناس میکنم پدر. بیایید پدر جان. انا همینجا. آدمی که شما را شناس میکنم در اینجاست. این قبر کی است میدانید؟ از بابایم. بابایت؟ قبر بابایت مگر در اینجاست؟ من آوردم و با دستان خودم او را گراندم. این قبر را باشد برای قاتل مادرم کندم. همین خیل وصیت بابایم را به جا میارم. خودی حاضر. فهمیدید اکنون پدر؟ وقتی انتقام آمد. اکنون برای شما را کشتن کی به من مانع می شود؟ کی؟ تیمور پسرم به تو چی شد؟ خیلی ساده اید پدر، خیلی. اکنون به دستم افتیدید و من باور کردید. خیریت به شما مانند نشدم، به بابایم مانند شدم، به بابایم. خدایا توبه. شما مادرم را کشتید، من شما را میکشم. تیمور تو چی ها میگویی؟ من مادرت رو نکشتم. زنی را که خیلی دوست می داشتم نخواد کشم. کی این را به تو گفت؟ کی؟ این را به تو بابایت گفت؟ انا همان بابایت سببگاری مرگ مادرش شد و تو را سالها از من پنهان کرد. بابایت به تو دروغ گفته است. تهمت نکند. مرا کشتن خواهی کش. نمی ترسم. یگانه چیزی که می ترسم این آن است که قاتلی پدر می شوی. دلم به تو می سوزد پسرم. مانید گریتم را دلم نمی سوزد. می خواهم دانی پسرم، من مادرت را خیلی دوست می داشتم. بابایت با زوری او را از من گرفت و سببگاری مرگش شد. زنده بودنی تو را از من پنهان کرد. نامرد. بابایت نه تنها مادرت را بلکه تو را هم کشته است. عقلت را روحت را ربوده به چنین حال آورده است. تو قاتلی شده ای که حتی به پدرت رحم نداری. بران مادامی که تو با آن آدمی پس باور کردی کش مرا. بابایم را آدمی پس نگوید. فهمیدید؟ نگوید. پسرم تیمورم پسرم معنیش مرا پران. آدم که اینقدر میخواهی پران.
در اونجا ماشینش هم اونجاست. با پلیس خبر داده عمر؟ خبر دادم امک. با پلیس هم خبر دادم. پدر علی رفتیم. پرجانهای من، فرزندانم، امشب در اینجا خواب میکنید. پگاه شما رو با بانک میبرم. برای من فایز برد میکنید. مایلش خدایا پلهایم چه شد ببرق؟ باز یکونجا نکریزید. از من هیچ حاضر میکنم. حاضر روشن میکنم. حاضر من حاضر شام کجا بود؟ حاضر کنیست آتش. حاضر شام اینجا بود. به فکرم انا شام کنی آتش گوگیر کجا بود؟ انا حاضر انا حاضر. قطره انا میخل انا تیمور ایست. نکن تیمور. پدرم رو سر ده. او غیر از تو را دوست داشتن دیگر گناه ندارد. بس کن. آرام شو. این طور باشد اول تو را میکشم. نه. بله تو را کشم که پیش از مردن غمی فرزند را بیند. از مردن هم بدتر شود. اسم ملخک یکم صبر کن. تماشا بین خیلی زیاد شد. اینقدر شما غمی مردن را میخورده اید. انا روشنی هم اومد. هاشم پینهانی در آنجا چیکار میکنی؟ زنه که همراهش 40 سال با زندگی میکنی تو در آنجا چرا پینهان میکنی؟ اومدم. کنیگوی در آنجا چیکار میکردی هاشم؟ هیچ کار نمیکردم. من چارمغز میکفتم. روز گب دلم میداری چارمغز خواسته. دلت چارمغز خواسته است؟ بله چارمغز. دلم چنان چارمغز خواست که تو دایم خوردن میخوای. اوف هاشم اوف. گوش کن پسر، اما وقت فرصتی آخر هست. فرصتی توبه کردن. نگاه کن پدرت آمده است، برادرت است. عقلت را کار فرما. وجدانت را گوش کن. قلبت را گوش کن. کسی که در این محله به همه عقل یاد میدهد این شمایید و در این محله از همه بیشتر به شما نفرت دارم. تیمور پدر امکی قربان. تیمور امکی قربان. گلجو جان گریه نکن دخترم. چرا گریه نکند؟ آخر مادرش است. اسماعیل التماس به یادش نیار. جان دخترم اکنون مادری تو من میشم. مادری تو منم. همین خیلی اسماعیل. اکنون گلرو دختری ما است. باز پول پینهان کرده. همین تب میخوشی؟ چقدر پول صدیقه؟ پول در کجا؟ من پول ندارم. این خیلی گپ نزن. خامده و موش دارد، موش گوش دارد. میفهمی صدیقه گروس نماندم. صدیقه گروسته میفهمی
موف هاشم موف. تو میدونی چیکار کردی احمق؟ میمیری لعنتی میمیری قربان. آمکی قربان آمکی قربان آمکی قربان خوب هستید؟ آهسته خور هاشم در گلویت در نماند. در حقیقت با مزه خیلی با مزه. در حقیقت با مزه دستتان درد را با اشتهایتان. خوراک را سوزنده باشم. چقدر سوزاندم هاشم؟ خیلی با مزه است. که نباشد این بوی سوختگی از کجا؟ به فکرم از پایان میآید پدر. چیزی میسوزد به فکرم. چی شد هاشم؟ شام بای خدا شام هاشم خدا شام هاشم چی شد؟ پول جان یک طرف پدر جان یک طرف پول یک طرف اسماعیل احتیاط شو. کمک کن احتیاط کن نگیر کش اسماعیل احتیاط شو. خدا پویم شد همش نزد شد اسماعیل خدا پویم سوخته شد هاشم شد خدا تیمه پول رو میابی هاشم بس گریه نکن. حالا جانی من بدن آمکی قربان قربان لبای حمزه به قلبم تیر زد. خدا را شکر خدا جان. خدا رو شکر. باید راست گفته است. تو مرده ای پسرم، مرده ای.
اکنون کاری شدگی شد علی. اینجا توی است. در توی باید خندی. باقی ماندهش رو فراموش کن. کوشش میکنم که فراموش کنم بکر. شما هم فراموش کنید. سلام علیکم حمزه پهلوان. و علیکم السلام. آیله ان همین خیلی چیز است. آیله برپا کردن آسان است، لیکن او را محافظت کردن مشکل است. سیل می شود، زمین جنبی می شود، طوفان می شود. آیله هم به مانند انسان ها از امتحان می گذرد. مهمش آن است که انسان عذاب کشیده صبر می کند. آیله را ویران کردن آسان است، نگاه داشتن دشوار است. ای شربت менӯшӣ ва ту фиристоданд хунук аст гир. اینقدر پلیس های غمخوار. гапро кам куну нӯшидан хоҳӣ гир. باز زهر نداشته باشد؟ чӣ хел боз заҳр будааст? сафсата нагӯй, ба фикрат ҳама мисли ту бадкоранд. агар нӯшӣ гир, нахоҳӣ мебарам. майлаш ором шавед оғои маъмур. менӯшам ман ҳам одамам. як ҷо ман худам меоям. مایلش پسرم. برای تو عمر، برای شما پدر، تویتان مبارک باشد. اپای علیا شربت رو تقسیم کنم؟ بعد از نیکو تقسیم میکنی. سیده دخترم با مغازه زنگ زن که شیرینی ها را در وقتش میفرستم. باز زیر نکنم. مایلش. خوش آمدید. تشکر. علی این توی فرزندان آمده است. ببین مهمان ها آمده ایستادن. بله در رفته پیش باز گیریم. ماموری نیکا آمد؟ بله اکا در درون. خوش آمدید. اکای حمزه چیکار کنیم؟ شیرینی ها را تا حال از مغازه نآوردن. میارم. تمام. یکون کمبودی دیگر نیست. شیرینی ها را البته میارم. صدیقه کجا شدی؟ نخواد در روزی توی هم اینقدر دیر آین چی شد؟ نپرسیده پیرو بیا. همه پولهایش سوخته خاکستر شدن. پولجانهایم بدون رفتن خیره میترسم که عقلش هم سوخته خاکستر میشه. شد خوشیم گریه نکن زیق نشم باز جمع میکنی پول اینقدر شیرین. نرگیس داشته نمیتوانی. ندارم. کنی دور مرا نرگیس. داشته نمیتوانی. بچه ها بیادبی نکنید. یک جوشینی. حمیده مادر جون. این بچه ها با شما کمک لازم علیا. عمر و سرما کی می آیند؟
با شما خوشبختی میخواهم. گوش کن پسرم، فرصتی آخرین همه وقت هست، فرصتی توبه کردن هم هست. نگاه کنید پدرتون آمده است بچه ها. بچه ها پدرتان را با آغوش نمیگیرید. پدر جان خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. مبارک شد. مرحمت گذارید. علیمان در اینجا تنها نیست. بیا همراه مهمان ها رو پیشواز گیریم. ها مایلش. سنا خوش آمدید دخترم. خوش باشید امر. اسماعیل در کجاست؟ مادرش بیمار شد است به شهر رفت. خیلی میخواست به تو آید لیکن نتوانست افسوس. خوش آمدید دخترم. گذارید. خوش باشید. مرحبا. رفتیم جان. گذارید شوید. خوش آمدید. خوش باشید. توی مبارک باشد. تشکر. خوش آمدید. خوش آمدید. مبارک شد. تشکر. خوش آمدید. گلرو بیا بازی کنیم. بیا گلرو. داشته نمیتوانید. نمیتوانید. میایم. خدایا و یکدیگرشون خیلی مناسبه. شربت تیار شد؟ تیار. اول شربت رو تقسیم میکنیم. نگاه کرده شوم بعد تقسیم میکنم. بله شاهدها را انتظاریم. شاهدها در کجا باشند؟ سلام دخترم، منو جر میزنن. بیا رفتیم. عزیزم بسیار انتظار نکن. این بچه ها خیلی انتظار شدند. مایلشم که قربان. محترم سرما عدلی، شما راضی هستید که عمر عدلی را به شوهری قبول کرده؟ در روزهای خوب و سختی در بیماری و صحتی پهلویش باشید. بله. ایست چیکار میکنی؟ کمتر پس تقسیم میکنی. شربت رو اول به عمر و سرما میدهی مایلش؟ فهمیدم. اول به عمر و سرما میدهی. تشکر مرحمت. تبریک. مبارک شد. عزیزانی من، در توی میخواهم ثواب گیرم. باوری کردن و راست گفتن در دلها را باز میکند.
حضرت پیغمبر هم میفرمایند که دایم در راه حقیقت باشیم. راستی انسان را به راه خوب و به جنت میبرد. اگر انسان به راه حقیقت پا گذارد دیگر از آن نمی براید و در نزد خدا همچون آدمی درست نوشته می شود. از دروغ گفتن گریزید. دروغ انسان را به گناه کردن و به راهی بد روان می کند و بعد به جهنم. اگر انسان یک بار به خودش دروغ گفتن را اجازت دهد دیگر از آن نمی براید. در نتیجه در نزد خدا همچون آدمی دروغگوی قید کرده می شود. حقیقت این محوری پیغمبرمان است عزیزانم. کسی که کوششی در محوری حقیقت بودن را کند هم در این دنیا و هم در آن دنیا عذاب نمی کشد. بعضا طوفانی سخت شود هم بعد ابرها پراکنده می شوند. دروغ این طوفان است و حقیقت این پراکنده شوی ابرها می باشد. دوستان، کدام شب تاریک سحر ندارد. بیاید انسانی خوب باشیم و کوشش کنیم که از محوری حقیقت نبراییم. این قربانی فقیر همین خیل است، چیزی که آید گفتن میگیرد. مهمش فراموش نکنید که سخن ترجمان دل باشد، آن با قدر می شود. و اگر در دنیا سخن یا نصیحتی نمانده است که نگفته باشیم. لیکن سخنی که در محوری حقیقت گفته می شود اصلا نمی میرد، آن ابدا زنده می ماند. ابرهایی هستند که زمینهای خشک می کابند. جانی هست که دیگر جانها را زنده می گرداند. امروز توی است، خوشبختی است، قربان باشد حالا هم گپ میزند. خدا به همه شما بختی سفید، سربلندی، سلامتی و همه خوشی‌های تو دنیا را نصیب گرداند. دوستان، آمین. نرگیز بودکان را سرزنش نکنید. با اون طرف نرو. بچه ها خورسندی میکنید. بچه ها روید در آن طرف بازی کنید. پسرم عمر، دخترم سرمه، در زندگی انسان از همه چیزی مهم این عشق است. شما عشقتان را خیلی خوب احتیاط کنید. راه دراز است، منزل بسیار. از نزدتان راه های پر پیچیداب میبراید. این راه های مشکل را با عشقتان گذشته میتوانید. خدا عشقتان را به آخیر کند، قلبتان را شاد گرداند، خانه‌تان را با دوستانتان باز کرده همه این مشکل ها را از سرتان دور کند. عائلتان را چنان با برکت کند که در آن هیچگاه پوشیده نشود. خدا با آدمان خوب شما را روبرو کند. از همه مهمش خوشی های زندگی را بینید، سخنهای خوب شنوید و کارهای خوب کنید. در زندگی هیچگاه از محور حقیقت نبرایید. خدا شما را خوشبخت گرداند، سیر فرزند کند خداوند. خدا تبسم را از رویتان هیچ کم نکند و در دعاهایتان این قربان فقیر را هم هیچ فراموش نکنید. قربانتان شود.